یو گایز سلام، چطوری بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل من. امروز اومدیم به آموزش یه فیلتر شکن یا همون DNS خفن که برای همه چی خوبه. برای ای فوتبال که فرند مچ و بازی آنلاین که 100% و هر جا که نتتون گوه باشه میاره. بریم این سر اصل موضوع این که این برنامه که میخوام بهتون بگم برنامه رادار پلاس. از این اینو چجوری شما میتونید نصب کنید، یا میتونید توی کانال تلگرام من برید که تازه زدم، حتما اونجا هم حمایت کنید ما رو که لینک کانال تلگراممون تو دیسکریپشن هست، یا میاد میزنید تو گوگل دانلود برنامه رادار گیم. خب همینجا شما میاید رو سایت اولی میزنید و اینو دانلود کردیم. من که حالا دانلود کردم نیاز به دانلودش نیست. حالا بریم یه تست ازش بگیریم. وارد برنامه میشیم، میزنیم رو ای فوتبال. خب حالا شما اینجا رو سرور باید هست، رو سرور بزنید. اینجا میبینید جرمن نوشته آلمان، اینجا نوشته تهران، پینگش 53. خب ولی این به در نمیخوره، شما حالا میان چی کار میکنید؟ بهتون میگم اگر مثلا تو شهر تهران زندگی میکنین که فکر کنم بهتر هم باشه از ترکیه و آلمان. خب دیگه شهرها هستید، یعنی پایین روی آلمان یا جرمنی میزنید، هر کدوم که پینگش پایین تر بود. مثلا الان ترکیه 126 هستش، ما اینو میزنیم رو ترکیه، میزنیم شروع بازی. Yali la 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 la. Să-nceapă piesa și tu te prințesa, și să știe lumea toată că prințesa e unicată. Uită-te la mine și spune-mi tu cine ar putea dintr-o mișcare să mă ridice în picioare. Uită-te la mine și spune-mi tu cine ar putea dintr-o
gmail.com. DJ شهریار ثقفی